کل دندونات رو از دست دادی و گفتن چون استخوان فکت از بین رفته دیگه نمیشه کاری کرد. اگه سالها دندون مصنوعی داشتی یا درمانت رو عقب انداختی و الان استخوان فکت خیلی تحلیل رفته، باید بدونی هنوز 3 تا راه داری. راه اول، در بعضی موارد میتونی با اووردنچر فقط با 2 یا 4 پای ایمپلنت در هر فک یک دستندان کامل نیمه متحرک متکی بر ایمپلنت محکم و قابل اعتماد بهت بدی. نه لق میزنه، نه لیز میخوره، نه اذیتت میکنه. راه دوم، ایمپلنت های ساپریوستال برای کسایی که حتی اووردنچر هم براشون قابل انجام نیست. این ایمپلنت به جای اینکه داخل استخوان قرار بگیره، روی استخوان فک و زیر بافت لثه نصب میشه. و راه سوم رو که آخرین راه دندوندار شدنه برای افرادی که استخوان فکشون تقریبا از بین رفته، تو کپشن نوشتم. نکته مهم اینه که همه این روش ها برای همه مناسب نیست. اگه میخوای بدونی کدوم درمان واقعا برات مناسبه و حدود هزینه‌اش چقدره، کلمه ایمپلنت رو برام کامنت کن.